زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب ابی طالب در تحریم اقتصادی ظالمانه مشرکین قرار داشتن و سختی های دانکاهی را تحمل می کردند، چند تن از مشرکین علیه این اقدام ظالمانه سردمداران مکه ایستاد شدند و خواستار نقض این پیمان ظالمانه شدند، در حالی که در دین، آیین و مذهب با پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش یکی نبودند. اما غیرت، شهامت و رشادتشان این را ایجاب نمی کرد که شکمهایشان سیر باشد، در حالی که اقاربین و خویشاوندانشان از گرسنگی جان بتیدند. خواستار نقض این پیمان شدند و نهایتا این پیمان شکسته شد. اما در عصری که زندگی می کنیم، مردم سربلند و سرفراز و قهرمان غزه را با سلاح و اسلحه خویش نصرت نکردیم، کمک نکردیم علیه یهود مبارزه بکنن و بیت المقدس، قبله اول، قبله شرف و عزت و کرامت این امت را آزاد بکنن. اما اینکه اونها را با مال و مال هم نصرت نکنیم، با مال و پول خیش اونها را کمک نکنیم و اونها از گرسنگی جان بتن، یک ننگ و عار بزرگ است که در پیشانی این امت زده خواهد شد و تاریخ این بی‌غیرتی را ثبت خواهد کرد. اگر توان جهاد با جان و اسلحه خیش را در غزه نداریم، با مال و من جهاد بکنیم، مردم غزه را در گرسنگی تمام عیار تنها نگذاریم، مشاهده قتل عام و فاجعه بزرگ در غزه نباشیم.